خب خداوند عزیز رو شاکریم که توفیق داد در این دهه ماه محرم موضوعی رو بهش میپردازیم که فکر میکنم برای هممون خوب هست و درس آموز هست. آموزه ها و درس های قیام سید الشهدا و عاشورا بر اساس آیات نورانی قرآن بحثی است که ما تقدیم حضور شما میکنیم و طبق روزهای گذشته مهمان عزیز و گرانقدر ما جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی هدایت هستن که الان در کنار من هستن و توفیق داریم سایه نشین حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها باشیم. حاجی سلام علیکم، عرض تسلیت و تعزیت، خوش آمدید. سلام خدمت شما همه بینندگان عزیز. انشاءالله قبول باشه عزاداریاتون، انشاءالله قبول باشه صبر و مقاومتتون در مسیر حق. یادی بکنیم از همه شهدایی که بین ما بودند و الان نیستند و انشاءالله دلخوش باشیم به اینکه ما نتیجه صبر و مقاومتمون رو در فضای ظهور امام زمان علیه السلام خواهیم دید انشاءالله. خیلی ممنونم. میخوایم بریم در محضر قرآن عزیز، آیه 12 سوره مبارکه توبه. ابتدا با این آیه آشنا بشیم، ببینیم شأن نزولش چی هست، موضوع و محور کلی این آیه و حالا تو بخش بعدی هم قاعدتاً باید پیوندش با قیام امام حسین علیه السلام بفرمایید. بله، خداوند متعال درباره بدعهدی کفار و اینکه شما هیچ وقت امید نداشته باش به اینکه اینا سر عهد خودشون وایسند، اینها ذاتشون خیانتکاریه و هیچ وقت پای عهدهای خودشون نمی ایستند. خدا در قرآن می‌فرماید که حالا از همین آیه 12 شروع میکنیم و ان نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم، یعنی اینها وقتی که عهد خودشون رو با شما شکستند و طعنوا فی دینکم، یعنی در دین شما زبان به طعنه و ناسزا گشودند. فقاتلوا ائمة الکفر، شما اینجا زمانی که اینها عهد شکنی کردن شما باهاشون بجنگید، مقاتله بکنید. وقتی زیر مذاکره زدن، وقتی زیر عهدشون زدن، زیر پیمانهای بین‌المللیشون زدن، اینجا وقت جنگه. فقاتلوا، باشون بجنگید. ائمة الکفر، یعنی سردمداران جنگ و خونریزی رو شما نابود بکنید. انهم لا ایمان لهم، خیالتون راحت، اینا هیچ وقت سر عهد نیستن. گاهی اوقات به فریب بین جنگ موقعی که ضعیف میشن پیشنهاد دوره عهد و پیمان میدن، ولی انهم لا ایمان لهم، اینا هیچ وقت سر عهدشون نخواهند بود. بعد حضرت فرمودن که الا تقاتلون قوما، خدا میفرماید الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم، آیا نمیخواید اون قومی که عهد شکن هستند رو تنبیه بکنید؟ خدا میفرماید قاتلوهم یعذبهم الله بایدیکم، شما با اونها بجنگید و خدا به واسطه شما اونها رو عذاب خواهد کرد. پس در واقع عذاب خدا روی زمین در واقع مبارزه و جهاد و جنگ ما با دشمنان خداست. و خداوند متعال یخزهم، یعنی اونا رو رسوا میکنه، ذلیل میکنه. و ینصرکم علیهم، خدا بر علیه اونها به شما نصرت میده. و یشفی صدور قوم مؤمنین، و به واسطه دستان شماست، به واسطه جنگ و جهاد شماست که دل مؤمنین خنک میشه. در واقع اون طعم انتقام خون مظلوم وقتی به واسطه شما گرفته میشه، دل همه مظلومین، دل همه باقی مانده ها خنک میشه. و مثل مردم غزه، مردم فلسطین که مردم یمن این حملات موشکی شاد میشدن. ما انتقام خون عزیزانمون، شهدای هسته‌ای، شهدای نظامی و همه عزیزانی که بین ما بودند و الان به خاطر این جنایت ها دیگه الان نیستن، ما خواهیم گرفت. و یذهب غیظ قلوبهم، خشم دل مؤمنین به واسطه این پیروزی ها از بین میره. و یتوب الله علی ما یشاء، خداوند متعال هم توبهشون رو قبول میکنه. خدا برمیگرده به سمت ما. وقتی ما در مسیر خدا تلاش میکنیم خدا هم به ما توجه میکنه. خب این عبارت فقاتلوا ائمة الکفر انهم لا ایمان لهم در واقع یه قانونه که در مقابل دشمن عهد شکن نباید سازش کرد،
باید مقابله کرد، باید مبارزه کرد. فقاتلو، بکشید سردمداران کفر رو. و اینکه بدعهدی خصوصیت دشمنانه، انهم لا ایمان لهم، یه قاعده است. خدا میگه هیچ وقت اینجور نیستش که اینا سر عهد خودشون باشن. در آیات دیگه هم موضوع بیان شده. در همون سوره توبه که الان داریم با هم کار میکنیم، خدا میفرماید که ولا یرقبوا فیکم الا ولا ذمة یرضونکم بافواههم و تعبا قلوبهم و اکثرهم فاسقون. خدا میفرماید که اینا هیچ گونه عهدی رو، هیچ گونه پیمانی رو، هیچ گونه معاهده ای رو اینها رعایت نمی کنن. سر هیچ حرفشون نیستن. اینا برجام پاره میکنن، اینا زیر همه عهدای خودشون میزنن و اینا با زبان بازی سعی میکنن شما رو راضی بکنن. بیاد مصاحبه بکنه که ما با شما ملت ایران هستیم، ما دلسوز شما، با زبانشون. اما قلبشون ابا داره. قلبشون هیچ وقت نسبت به شما همراهی نداره، هیچ وقت دلسوز شما نمیشن، هیچ وقت به شما مهر و عاطفه‌ای ندارن، زبان بازی میکنن. بعدم خدا میگه اکثرهم فاسقون. اینها هی از چارچوب ها به در میرن. فسق یعنی خروج از چارچوب ها. عرب این خرما رو دیدین، یه پوستی داره یه گوشتی داره به قول معروف. این پوستو که فشار میدن گوشتش میزنه بیرون. عرب میگه فسقت تمره، یعنی خرما از چارچوب خودش، از اون قالب خودش خارج شد. اونایی که از قالب انسانیت، از قالب هویت آدمیت خارج میشن دائما میشه فسق و فجور به اصطلاح. فجور هم یه نوع هم پرده دریه. متوجه شدی؟ خدا میفهمد که اینها آدم نیستن که بخوان پیمانی رو با شما داشته باشن، دلشون برای شما بسوزه. یه کسی که رفتار حیوانی میکنه، زبانش هم دروغ داره میگه، واقعیتش این نیست. خدا توی سوره انفال میفهمد ان شر الدواب عند الله الذین کفروا. اونایی که پشت به خدا کردن، اینا از حیوانات بدتر هستن. الذین عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم فی کل مرة و هم لا یتقون. اونایی که دائما با شما عهد می‌بندن، عهد شکنی میکنن، عهد رو می‌بندن، عهد شکنی میکنن، هی مذاکرات رو طولانی میکنن، هی یه عهدی می‌بندن، دوباره پا میزنن رو اون عهدشون. اینجا دارن عهد می‌بندن، اونجا تحریم ها رو زیاد میکنن. اینا میشه ینقضون عهد الله فی کل مرة. اینا هیچ گونه تقوایی ندارن. تقوا یعنی اینا هیچ گونه خودنگهداری ندارن، به هیچ چیزی پایبند نیستند، به انسانیت، به قولشون، به قرارشون، به حرفی که قبلا زدن پایبند نیستن. کیف یکون للمشرکین عهد عند الله. خدا در سوره توبه دوره همین میفرماید چجوری تو تصور میکنی مشرکین نزد خدا عهدی داشته باشن؟ البته اونا خدا میفرماید که فمستقاموا لکم فاستقیموا لهم. البته تا زمانی که اونا سر عهدشون تو پیمانی هستن، شما هم زیر عهد نزنید. شما شروع کننده جنگ، شروع کننده خلاصه عهد شکن شما نباید باشید. ولی اگر اونها عهد خودشون شکوندن، شما دلیل نداره دیگه هی منت اونا رو بکشین که ما راستی با هم یه عهدی داشتیم ما ندید همون شد. اونا وقتی زیر عهدشون زدن، شما باهاشون فقاتلوا ائمة الکفر انهم لا ایمان لهم. اینا اهل ایمان و عهد و قسم نیستن. در جای دیگه خداوند متعال میفرماید و اما تخافن من قوم خیانة فانبذ الیهم علی سواء ان الله لا یحب الخائنین. اگر شما از خیانت یک گروهی بیم داشتید، یعنی احساس کردین که این عهد بستنها و مذاکره کردنها اینا سوریه، میخواد یه جور شما رو فریب بده، شما بهشون اعلام بکنید، ما با شما اعتماد نداریم، این بازیه، دارید ما رو بازی میدین که اون پشت یه خرابکاریایی بکنید، دارید با هم نقشه میکشید که بر علیه ما جنگ بکنید، شما بهشون اعلام بکنید، اعلام بی‌اعتمادی بکنید و شما هم سر عهدتون با گروهی که میدونید اینا میخوان خیانت بکنن دیگه نمیخواد وایسید.
بعدم خدا میفهمد خدا این گروه خیانتکار رو دوست نداره. البته خیالتون راحت باشه، ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا. البته اونایی هم که دارن مکر میکنن تصور نکنن که جلو افتادن، سر مؤمنین رو کلاه گذاشتن. خداوند و مکر و مکر الله خیر الماکرین. بعدم خدا میفهمد که ببین اگر اونا در قالب این عهدا میخوان شما رو سرتون رو کلاه بذارن و خودشون تجهیز بکنن، بلافاصله خدا میفهمد و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. شما هم اینجا تسلیحاتتون رو محکم بکنید که اگر اونها اولین بوی خیانت شما احساس کردید، شما هم بر علیهشون محکم وایسید، بتونید مقابله‌ای به مثل بکنید، یعنی غافلگیر شما نشید. لذا خدا میفهمد و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه من رباط الخیل. تجهیزات نظامیتون، تجهیزات نمیدونم سواری و موشک و هر چیزی که لازمه برای مقابله با دشمن شما داشته باشین. ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. به واسطه همین تجهیزات دشمن خودتون رو بترسونید که بزنی زیر میز ما بلدیم، ما بخوای خیانت بکنی ما بلدیم چی کار بکنیم. اینا خیلی لازمه. خدا رحمت بکنه شهید حاجی زاده، گاهی اوقات این جمله رو میگفتن ما شهر موشکی داریم. خب اینا خوبه. ترهبون بهی عدوکم. خب میخواید آجای دادیم بخش رو جمع بکنید اگر نکته دیگه هست؟ نه میتونیم بریم بخش بعدی. بسیار خب، خیلی عالی، ممنون و متشکرم. حالا انشالله گفتگومون رو ادامه خواهیم داد در خدمت حاجی هدایت. اما عنایت داشته باشیم که آموزه‌های دینی ما، قرآن شریف ما خیلی راهگشاست. یعنی ما اگر یه مقدار دقت بکنیم برای هر بخشی از زندگی ما حرف برای گفتن داره و راه رو به ما نشون بده، به ویژه در عرصه حکومتداری، در عرصه سیاست. و حالا اینکه مرتبطش بکنیم این آیه رو با قیام نورانی حضرت سید الشهدا، انشاءالله بیشتر در مورد صحبت خواهیم کرد در بخش بعدی. بفرمایید. الهی الحمدلله رب العالمین که در پناه قرآن و اهل بیت هستیم که این دو ثقل اکبری که پیامبر گرامی اسلام به یادگار برای ما گذاشتن یک راهی رو در مسیر زندگی ما قرار دادن. مخصوصا حالا امروز که ما با دشمنانی مواجه هستیم که حیله‌گرند و دشمن واقعی ما هستند، دشمن اصلی اعتقادات ما هستند، اما ما در این مسیر راه داریم، در این مسیر درس داریم، آموزه‌هایی داریم که در قرآن آمده و حالا این رو می‌خوایم مرتبطش بکنیم با قیام حضرت سید الشهدا که حاجی هدایت بیشتر در مورد این موضوع صحبت می‌کنن. خود آیه نکته دیگه باقی نمونده، اگر نکته‌ای مونده که بفهمه تکمیل بشه و الا که ارتباطش با قیام امام حسین علیه السلام بفهمید ممنون میشم. نه خود آیه الحمدلله نکاتش رو عرض کردم محضرتون. فقط یه سوالی رو میخوام بیان بکنم. چرا وقتی که عده‌ای میبینند دشمن بدعهدی میکنه، دشمن خیانت میکنه، چرا بازی عده‌ای باز دنبال ارتباط با دشمنان هستن، باز دنبال یه جوری باهاشون بره یه دستی بلند بکنه و باهاشون یه قراری بذاره و به منتی بکشه و التماس؟ چرا اینجوریه؟ مگه تجربه تاریخی نشون نداده که دشمن پای هیچ عهدی وای نمیسه؟ پاسخش رو خدا اینجوری بیان میکنه، فقط اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین. آیا شما از دشمن خشیت دارید؟ ببینید کلمه خشیت ترس همراه با علم و تعظیمه. ببین اینو راغب میگه، یعنی خوبه یا بده؟ الان عرض میکنم. ما یه خشیت خوب داریم، خشوع در برابر خدا. درست. یه خشیت بد داریم، خشوع در برابر دشمن. اصلش متوجه بشیم. وقتی شما به عظمت یک موجود علم داری، تعظیم میکنی اون رو، نسبت به اون یه ترسی هم پیدا میکنی. ببین مثلا تو میدونی قدرت دست خداست، همه چی دست خداست. خب نسبت به خدا یه ترس پیدا میکنی که خدایی که قدرت داره من نافرمانیشو نکنم، جون من، این قلب من داره میزنه مال خداست دیگه. خدا میتونه یه کاری بکنه یه لحظه قلب من وایسه. الان من همین الان با شما صحبت میکنم، خدا میتونه یه کاری بکنه من دیگه صحبت نتونم بکنم، چون قدرت دست خداست. قدرت دست خداست. پس من باید هوای خدا رو داشته باشم، دروغ نگم، نافرمانی نکنم. حالا اگه شما یه موقع این اعتقاد رو پیدا بکنه آقا همه قدرت رو دست جنایتکارای عالم، دست صهیونیست، آقا شاهرگ‌های اقتصادی عالم، این سلاح‌های نظامی، این نمیدونه هواپیماها، یه جوری صحبت بکنی، این میشه خشیت. میگه خب از هوای این قدرت رو باید داشته باشم دیگه. لذا سنخ رفتارش این میشه که همیشه التماس بکنه نسبت به اون موجودی که داره تعظیمش میکنه، براش خیلی عظمت داره. خدا میگه ببین
اونا واسه تو عظمت پیدا نکنن، من بزرگ باشم. دشمن من همیشه کوچیکه، همیشه ذلیله. کلمت الکفر هی السفلی، این پسته. اگر کافر پسته، اگر مؤمن شده عظمت پیدا کرده. عظمت به قدرت ها و هواپیمای F-35 و نمیدونم کلاهک هسته اینا نیست. عظمت به ایمانه. اینو بفهم. بنابراین وقتی این موضوع فهمیدی، بعد خودت از سوال می‌کنی اتخشونهم، آیا نسبت به اونها خشیت داری دیگه الان وقتی میدونی همه چی دست منه؟ فالله احق ان تخشوه، خدا احق است بر این که نسبت به او خشیت داشته باشید، تعظیم داشته باشید، ترس به خاطر اون تعظیم داشته باشید. ان کنتم مؤمنین. این نشونه ایمان واقعیه. پس طبیعتا اونایی که گدای دشمن هستن، اونایی که به دشمن اعتماد میکنن، اونایی که تو هر لحظه دنبال این هستن یه جور منت اونا رو بکشن که کوتابیا، اینا ایمان واقعی ندارن. نکته بعدی که میخواستم بگم، یادتون هست گفتم که یه عده‌ای هستن اینا دشمنان داخلی هستن که دائما سعی میکنن جبهه مؤمنین رو از بین ببرن، خیانت میکنن. حالا تو همین زمان فعلی اونایی که جاسوس داخلی بودن، نفوذی داخلی بودن، به رژیم صهیونیست تو داخل کشورمون خدمت کردن. امیرالمؤمنین به مالک اشتر میفرماید که اگر دست خیانت یکی از اینها دراز شد و تو یقین پیدا کردی که اینها دارن به مردم خیانت میکنن، دارن عرض و ناموس ما رو معذرت میخوام میفروشن به دشمن، دارن مکانهای حساس ما رو به دشمن معرفی میکنن، تو چگونه باید برخورد بکنی؟ حضرت میفرماید که اخبار و عیونک اکتفیت بذالک شاهدن. اگر آدمهای تو، مأموران امنیت اومدن شهادت دادن که ما دیدیم که این داره خیانت میکنه، ما دیدیم که این کارگاه داره برای دشمن تسلیحات درست میکنه تو داخل کشور که بر علیه خود ما به کار بگیره، اگر اینها اومدن شهادت دادن، وظیفت اینه فبسطت علیه العقوبة فی بدنه، تو باید این رو عذابش بکنی، باید این رو مجازاتش بکنی. و اخذته بما اصاب من عمله، باید نتیجه کار زشتش رو ببینه، نمیشه نبینه، نمیشه خیانت بکنه راست را بره. بعد حضرت فرمودن ثم نسبته به مقام المظله و وصمته بالخیانه، داغ خیانت رو باید به پیشونیش بذاری. این داغ گذاشته به جان مادران ما، به جان پدران ما، شما باید بهش داغ بذاری. و قلته عارت تهمه، این اینقدر خیانت کرده، این الان باید توی این جامعه ذلت پیدا بکنه چون خیلی خیانت کرده. ای کاش این مسیر خدمت به دشمنان ما رو انتخاب نمی کرد، ای کاش در مسیر جبهه حق بود. حالا که اومده خیانت کرده باید مجازات ببینه. امیرالمؤمنین در نامه‌شون به مالک فرمودن خیلی به توسل به حضرت علی اصغر الان نیاز داریم. امام حسین علیه السلام یه فرزندی دارن که این فرزند گره های بزرگی رو باز میکنه. ما این اعتقادات ماست. اعتقاد ما اینه که قدرت ما در مکتب امام حسین و به خاطر اشک بر امام حسینه. این یه گنجیه که قابل مقایسه با هیچ کدوم از تسلیحات عالم نیست. این اشکی که شبها عزیزان ما در خانه امام حسین به خاطر مظلومیت امام حسین و به خاطر رسیدن به این قافله دارن میریزند. ببین امام حسین چقدر دلش میسوزه وقتی امام حسین فریاد زد آی مردم به ما تستحلون دمی، برای چی خون منو حلال کردید؟ چه میخوای خون منو بریزید؟ من چه گناهی کردم؟ مردم گفتن خفنا ترحل عطا، میترسیم حقوقمون قطع بشه. ابن زیاد به ما قولهایی داده، ما اگر دست از سر تو برداریم حقوقمون قطع میشه، اون قولا دیگه بهش نمیرسیم. تا این جمله رو امام حسین شنید متوجه شد اینا دیگه هیچ گونه انسانیتی ندارن، حیوان محضن، اومدن خون ولی خدا رو برای پول بریزن. امام حسین باز برای اینا یه راه هدایتی رو باز کرد. حضرت علی اصغر رو تو آغوش گرفت. آمدن حضرت علی اصغر به میدان برای باز شدن راه هدایت. فذبح الطفل من الاذن الی الاذن. یه مرتبه امام حسین متوجه شد یه تیر
با سرعت اومد گوش تا گوش علیاصغر رو برید. من محضر عمه جان سادات هست معصومه سلام الله علیها میخوام عرض بکنم، دل همه عالم بر روضه از علیاصغر میسوزه. و ذبح الطفل من الاذن الی الاذن و من الورید الی الورید، رگهای علیاصغر بریده شد. یه مرتبه امام حسین متوجه شد، تمام دستان مبارک خونی شد، فرمد دم نحو السما، خون رو به سمت آسمان پاشید. آی مادرای شهید، آی پدرای شهید، میدونم شما از امام حسین یاد گرفتیم، صدا زد هون علی ما نزل بی فانه بعین الله، شهیدم رو دادم، پاره جیگرم رو دادم، برای خدا دادم. اما بعضیا اینجور نقل میکنن، صدا زد یا زینب خذیه، زینب جان بیا علیاصغر رو بگیر. من میگم شاید امام حسین علیه السلام شرمنده بود که علیاصغر رو به مادرش رباب تحویل بده و شاید علت این که فقامت علی قبره سنتن، رباب 1 سال بالای قبر ابا عبدالله ماند. شاید به خاطر این احساس بود نکنه حسین من یه لحظه تو کربلا از من خجالت کشید، 1 سال پای قبر ابا عبدالله عزاداری کرد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. صلی الله علیه یا ابا عبدالله الحسین. خیلی ممنونم از شما، از هدایت مطالبتون رو خوب استفاده کردیم و حسن ختام این برنامه هم اشک و روزه برای باب الحوائج کربلا حضرت علی اصغر سلام الله علیه. خدا را قسم میدیم به حق باب الحوائج کربلا، به حق این طفل 6 ماهه که با دسته کوچیکش گره های بزرگی رو باز میکنه، گره از مشکلات همه مؤمنین و مسلمین و به ویژه جوانهای ما باز بکنه، به ویژه زوجهای جوانی که صاحب فرزند نمیشن انشالله خدا بهشون فرزند بده، و به حق خونهای مظلوم کودکان ما که ریخته شد، کودکان غزه که ریخته شد، انشاءالله مقدمه پیروزی جبهه اسلام و نابودی اسرائیل جنایتکار باشه انشاءالله. ممنونم از نگاه و توجه شما، التماس دعای خیر و خدا نگهدار.